امروز میخوام داستان کسی رو براتون تعریف کنم که خیلی برای مردم زحمت کشید، اما هیچ کس اون رو نمیشناخت. اسم اون آقا زهیر بود. او شبها بر در خانه های مردمان نیازمند غذا و آذوقه میگذاشت تا آنها شب را گرسنه نخوابند. اما او میخواست که کسی نفهمد که پشت آن نقاب مرموزانه کیست. او 2 گربه هم به نام غلام و اقدس داشت و همینطور بچه آنها یعنی داریوش. او 1 سگ هم به نام هاو هاو داشت. او خیلی از آنها محافظت میکرد. او هیچ وقت صورت پشت نقاب را به کسی نشان نمیداد. کسی نفهمد که این قهرمان کیست. او در دورترین جا زندگی میکرد تا کسی نداند که خانه او کجاست. او حتی با روستایی ها هم حرف میزد، ولی هنوز کسی نمیدانست که او کیست.